نامه اسرارآمیزی به نام شانس. من نیما پژواک، فارغ از صحت و چگونگی زاویه نگاه همگانی به این متن نامه، صرفاً با هدف و نیت انتشار یک انرژی مثبت که قطعاً برای خیلی ها از جمله خودم امید بخش خواهد بود، اقدام به صوتی کردن اون کرده و امید دارم که برای هر کسی به پشتوانه تجربیات تلخ و شیرین گذشته به حتم آینده سبز و مملو از شادکامی پیش رو خواهد بود. سلام. شاید فکر کنید گفته های اون کاملا غیر عقلانیه، ولی چیزی رو که میبینید نمیتونید انکار کنید. شاید نتیجه اون فقط و فقط حاصل انرژی و مثبت میلیون ها آدمی باشه که انرژیشون رو بدرقه این نامه کردن. متن نامه به نام صاحب شانس. دوست من، با نگاه به این نامه شما ابتدا به یاد خالق عشق باشید و این نامه رو زمانی که دریافت میکنید به آنچه دوست دارید خواهید رسید. فکر کنید و کسی رو که دوستش دارید و میدونید گرفتاره براش با قلبتون دعا کنید تا مشکلات اون از طرف خداوند به واسطه شما حل بشه و بعد یک اتفاقی که انتظارش رو میکشید و حتی تصورش رو هم نمیتونید بکنید براتون رخ خواهد داد. با دعا برای اون دوست برکت بیشتر برای شما خواهد رسید. این یک راز بقای انرژی، رازی که در فیزیک و متافیزیک به قانون بقای انرژی شهرت یافته. این نامه از روی شانس برای خوششانسی شما فرستاده شده. نسخه اصلی علیرغم اینکه مدعی میشه در کشور انگلستان میباشد، ولی در ونزوئلا نزد یک دختر دانشجوی مکانیک نامش ماریاست هستش و ارسال کننده اصلی اون ماریاست. و این نامه توسط یکی از مهندسین ایرانی که در یکی از پروژه های شرکت های ایرانی که در آنجا مشغول به کار بوده به صورت اتفاقی در یک ایمیل کاری از دوست و همکار اهل ونزوئلا دریافت شده و اون نیز به همه دوستان خود که تعداد زیادی از آنها نیز در ایران بودن ارسال کرده و دوست به دوست به دست شما رسیده. یک کارشناس و مشاور املاک تو سنندج که کسب و کارش تا زمستان سال 1400 در رکود کامل بوده تعریف میکرد که اوایل بهمن ماه 1400 نامه به دستم رسید. با ارسالش برای دوستان و همکاران و حتی مشتریانم بزرگترین فروش و معامله زندگی کاریم پس از 4 روز رقم خورد. این نامه تاکنون طبق اخبار رسمی از 15 ماه گذشته تاکنون 49 بار در دنیا به 9 زبان چرخیده و افرادی که نامشان در این نامه هست همه دارای هویت واقعی هستند. شانس برای شما فرستاده شده است. شاید در دور بعد نام شما هم به عنوان یکی از این افراد در این نامه قید بشه. ظرف مدت کمتر از 3 روز